سرخط خبرهای مهم. نگرانی پرزیدنت از خارجی شوی شهروندان و متخصصان. فقط یک مهاجر تاجیک هنگام کار در روسیه. نظرها و باورها اوید به تحصیل دختران در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 29 دکبر. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نزد وکیلان و اعضای حکومت از آن اظهار نگرانی کرد که صدها شهروند تاجیکستان به خصوص متخصصان شهروندی کشورهای دیگر را میگیرند. نگرانی رئیس جمهور روز 28 دکبر در پیامش به پارلمان صدا داد. صدها نفر شهروندان ما شهروندی خارجی را قبول کرده ایستادند و ما باید چقدر اندیشه کنیم. آینده را هم باید فکر کنیم. هم جهت منفی و مثبت دارد، این مخفی نیست، گفت پرزیدنت. در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه گرفته است که در مقایسه با این دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر است. به حساب میانه هر روز قریب 500 تاجیکستانی تبع روسیه را میپذیرند و شمارهشان میان شهروندان نوی این کشور بیش از 42% را تشکیل میدهد. شبکه تلویزیونی سنت پتربورگ از مرگ یک مهاجری از تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع شام 27 دکبر سال روان یک مهاجر 52 ساله از تاجیکستان در کارخانه شهری کولپینو که در کنار شهر سنت پتربورگ روسیه جایگیر است زیر دستگاه مانده به هلاکت رسیده است. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسد شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. این مرد که از او نام بردن نشده است در کارگاه 3 سال بلوک های سیلیکاتی به آتش تاب‌آور به حیث ریزگر یا درابیل کار میکرده است. هنگام کار دستگاه ناگهان دست این کارگر تاجیک را کشیده برده است و قفس سینه‌اش را نیز پخش کرده است. در نتیجه او در جای حادثه جان داده است. جسد او را برای تشخیص به مورگ بردند و تشخیص باید علت مرگ او را دقیق کند. به گفته مقامات روسیه هر سال حدود 1 میلیون نفر برای کار از تاجیکستان به روسیه می روند. برخی آنها با سبب‌های مختلف در این کشور می رفتند. سالهای اخیر مهاجران تاجیک در روسیه فشار بی‌سابقه‌ای را تجربه می کنند. حمله به محلی بودباش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران و رسانه‌های روسیه بخش از زندگی جامعه این کشور شده است. به گفته مهاجران تاجیک در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به حمایت کشور خود امید بندند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیامش به پارلمان همچنین از تحصیل دور ماندن دختران و صنف نهم از مکتب برآوردن آنها انتقاد کرد و از والدین دعوت کرد که مانع تحصیل آنها و به رزق آنها ضامن نشوند. هر سال صدها پدر و مادر برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه می شوند. بنا به یک ارزیابی چند سال پیش بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل 30% دختران تاجیک بعد از تحصیل حتمی تا صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمی دهند. وابسته به این موضوع همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا می خواهند دختران و خواهران آنها پر تحصیل نمایند؟ نظر ساکنان را یکجا می بینیم. 11 تحصیل کنند. دختری تحصیل دیده و فکر شما در زندگی چی نقش بازی میکنه؟ این وابسته از اخلاق اون شرط بندی میشه که دیده میشه. و فکر شما بعضا چرا پدر و مادران دختران خود فقط صنف 9 از مکتب میگیرن؟ در مکتب وابسته به خاطر اون که دوگانه های نه اونقدر باور دارن دخترانشون به همین خاطر تحصیل کردن نمیمونن. خیلی دشواره در وقت باور کردن به یک نفر. تحصیل کردن دختران نسبت به پسران خیلی مهمتر است، زیرا دختران در آینده مادر میشوند. دختران در آینده وظیفه‌های پرمسئولیت را به دست میگیرد. اگر در خانه یک مادر دانشمند و باسواد، یک خانمی که از تاریخ ملت خودش، از فرهنگ، از جغرافیا، از علم‌های دقیق با خبر است، به فرزندانش تربیت تعلیم دهد، وظیفه خانگی را مثلا اجرا کنه همراه بچه‌هایش، چی تأثیری خواهد گذاشت؟ وقتی که زن در جامعه دانشمند است، ملت پیشرفت میکند، رشد میکند. تو صنف 9 خواند نقص‌تر است. برای چی؟ برای آنکه از یک جهت تو صنف 11 خواند مکتب رو دانشگاه رو هم ختم کند درست است، در بر شوهرش میایستد، با همراه کار میکنند، یاردم میکنند. از یک طرف دیگر به من معقول نیست که فکر دیگرها رو نمیدونم. دخترها خواننده آینده خودشون مثال در کارنده
دانشگاه خوانند بعد دانشگاه کار میکنن در آینده خودشون در کارن توی خونه یگان کسب آموزه وقتی که شوهرش کار کردن نمیتواند یاردم میدهد مثلا ای طرف دیگر جهت یاردم میدهد کمک میشود کمک میشود مثال فرزند خودش کسل میشود укол دارو خیلی دکتر دویدن نمیگردند و خودشون چی میکنن Это старые предрассудки того, что в Таджикистане раньше как было, сначала девушек вот с 9 класса брали и замуж выдавали. Вот эти предрассудки до сих пор отголоски существуют. Этому никто не должен мешать. Это их собственный выбор, это их жизнь. دیگر یعنی چی؟ چیکار دیگر؟ خیلی خوبه بخونی. هر فکر میکنه خدا هر آدم خودش انصاف میده. دخترای بچهای فرق نداره و آبرو هم در یک جا. به عقلی میکنن میگیرن. چی تاثیر دارد وقتی زن اگر تحصیل دیده باشد؟ ها زندگیش سوز میشوه. زندگیش پیش میبره. میفهمه هرچی را. وزیر نقلیات ازبکستان الهام محکمов با اجرا کننده وظیفه وزیر نقلیات و اویاسیای شهروندی افغانستان حمیدالله آخوندزاده در شهر تاشکند ملاقات کرده است. وزارت نقلیات ازبکستان اطلاع داده که در ملاقات مسائل مربوط به همکاری‌های دو کشور از جمله اجرای طرح بنیاد راه آهنی ازبکستان افغانستان پاکستان را بررسی کردند. جانب‌ها تاکید کردند که به اجرای طرح باید سرعت بخشیده شود. ساختمان راه آهنی فرا افغانی قرار بود ماه سپتامبر سال 2021 آغاز شود ولی آن به دلیل سر قدرت آمدن گروه طالبان در ماه آگوست آن سال به تأخیر افتاد. ارزش تخمینی بنیاد راه آهنی مزار شریف کوبو پیشاور 5 میلیارد دلار گفته میشد. اما کاتب راه آهنی پاکستان ظفر رنجه در ماه دکبر سال 2022 گفت ارزش نوی تخمینی لایحه 8.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. راه آهنی فرا افغانی تخمینا 600 کیلومتر درازی دارد و راه ازبکستان و کشورهای منطقه را به بندرهای پاکستان باز می‌کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 29 دکبر سال 1960 نخستین قطار راه آهن اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسسر به استالیناباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان به تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 عطاالله رقیبов ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با عائله و 5 فرزندش از تخریب منزل خودساختی او در نزد اداره امبودسمن تاجیکستان دست به گروسنه‌نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این عائله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمالشوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های به تکرار رقیب‌ها به مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این عائله با کمک محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حامیدوف درگذشت. خلیفه بابا حامیدوف یکی از اساسگزاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد سال 1992 نیز در حکومت کار کند. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در سال روان بود. با شما تا سال دیگر خداحافظی میکنیم. استراحت خوبی داشته باشید. خدا نگهبانتان.